یک نفره که دست به قتل همین ملت زده است و خودش به زبان خودش میگه که من قاتل هستم، قاتل هزارها بیوه و هزارها شهروندایی هستم که فرزنداشون صغیره موندن. گوش میکنین؟ اختای آخر بسیار همین نفر در رسانه ها هست. بفرما. اولی که ما در تاجیکستان مخصوصا در مرکز دوشنبه میدان ها شروع شد و ما یکی از اساسگزارهای حزب نهضت اسلامی در ولایت سابق کلاب، لیکن خصوصا انا اساسگزار یعنی حزب نهضت اسلامی در کل تاجیکستان خصوصا در ولایت سابق کلاب بگیم ده اساسگزار بودیم و هستیم. ما چند قدر که دستمان آمد مردم ولایت کلاب به جمع آمد به میدان شهیدان دعوت کردیم. یک از قاتل یعنی خیلی قدرت داشتیم آوردیم و مردم را یعنی سرجم کردیم در میدان شهیدان. لیکن ما از یک چیز بخبر بدیم. من نمیدونستیم که این جنگی تحمیلی است. ما هیچ چیز درک نمیکردیم. ایران یک کاری کرد که مردم ما را خب یکمش که ندانستن او با معنی نیست که یک نفر از جوابگری به جزا بمونه، یعنی به جوابگری کشیدن شد. با اون معنی نیست. یعنی تو ندانستی مطمئن باش با اون معنی نیست که تو باید امروز در آزادی باشی چون قاتل هستی. نه اول خودت ذکر میکنی. صبر کن. و در اروتپا برآمد داشتیم. ما گفتم که انا حزب نهضت اسلامی حزب تروریست و اکستریمیست است. بعد یک زنه خست این 4 سال پیش بده دلیل حجت بیار گفت که تروریست اکستریمیست به کلام حجت دلیل میگوی. گفتم خواهر چند سال شد تو حزب نهضت؟ گفت که 10 سال. من گفتم خواهر ما اساسگزار حزب نهضت اسلامی ام در جمهوری تاجیکستان، لیکن خصوصا در ولایت کلاب و دلیل حجت خودم گفتم. همین خیلی خود دوری خواهر هزارها تاش ما بیوه کردیم. گوش کنین مردم. این کسی است که یعنی هزارها نفر کشتگی است. میگه تو وری خواهر هزارها کس ما بیوه کرده، یعنی شوهرایش ما را ما کشتگیم. این قاتل یعنی نفری که دست به قتل زده است. تصور کنین. همینطوری فرزندای دوج کشتگی همینطوری میلیون ها تاش ما یتیم کردیم. دیگه ایده گفتم دلیل حجت خوب نمیشوه. ما دو تا قهرمان داریم. خب دیگه اوسش هم میمونیم. یعنی این نفر یعنی یک نفری قاتل است. نه خودش میگه که همین تو بری خواهر ما چیکو کردیم؟ هزارهاشا بیوه کردیم. یعنی شوهراشا کشتیم. اونا کودکایی را که میبینی میلیون ها او کودکا رو ما صغیره کردیم. یعنی چقدر نفر کشتیم. نه من چون بحثم سری چه بحثم سری این نوار نیست. ببینید این نفر وقتای اخیر از همین بعض در مسئله بدخشان فلانی تروریست فلانی اکستریمیست مرحمت تاجیکستان و خصوصا شهر خاروخ بدخشان عزیز گپ میزنم که چند روز شد که گپ بچه در اطراف خاروخ و اطراف بدخشان در هر گوشه و کنار تاجیکستان شنیده می شود. مردم شریف بدخشان شما در صلح صلاح و تنجی امانی تاجیکستان حصه‌گزار هستین و شما مردم بزرگ و دانشمند با عقل با فراست هستین و چند جنایتکاری که در خاروخ یا که در اطراف و گوشه و کنار بدخشان پیدا شده است آنها را به دست قانون بسپرید و یاردم کنید و دستگیری کنید تا اینکه آنها را قانون جزای عملهایشان را بدهد. و علیم شیرزمان و کبیری و محمد باقر اونها جنایتکار هستند. خب چرا قانون باید ترا به جوابگری نکشه؟
چرا تو باید امروز در آزادی باشی؟ یعنی ترا کی بخشید؟ امروز تو دعوا داری در بدخشان جنایتکارا، تروریستا، اکستریمیستا، مردم این منطقه را به یعنی گناهکار حساب دستی؟ یعنی تو را کی بخشید؟ کی دادگاه عمومی ملی شد که تو آمدی در نزد ملت بخشش پرسیدی؟ آیا ملت را بخشید؟ بعد از این قتل های بزرگ که حتی هزارها زن بیوه کرده بودید، تو با امروز زبان برآورده است در اون منطقه با زندگی داری؟ من نمیفهمم از کدام جامعه گپ میزنن. این قاتلا، کسایی که در قتل ملت دست داره، خصوصا این ابله همه میگم، خصوصا این نفر وقتای اخیر زبانش دراز شدگی است، همراه پیسرش یک امر مردم به تروریسم، به اکستریمیسم، به جنایتکار، به فلان و به مدان زبانشان اینقدر گپ میزنن. یعنی وقتی میبینی که یک قاتل در وطن در سر کار است، در سر دفتر نشسته است، از بودجه اون کشور معاش میگیره و دیگران را امر به قتل و امر نمیدونم به قاتل بدن میکنه، خیلی خیلی مصیبت است. یعنی یک قاتل که هزارها را کشتیان امروز در وطن در یک دفتری کاری نشستگی، در یک دانشگاه دانشکده همچون یک استاد، همچون یک مدیر کافدره کار و فعالیت میکنه. ملت را نشناخته است که یک قاتل است، با زبان خودش میگه من قتل کردم. هزارها نفر ذکر میکنه. در مسئله دوم که خب ایران مسئله جنگ تشکیل کرده است، پس امروز نشست ها و داد و گرفت های نظامی برای چی است؟ مدام که به نام یک کشوری معلوم دیروز اومدین در آغوشش افسری بالا مقامش رفته بود، دیدیم چی پیش باز گرفتین؟ رحمانوف خودش ملاقات داشت. این سیاستی پست، این فلسفه دروغتون برای ملت جا نکنین. تو زی نسل جنگ و جوری، من زی نسل دیگرم، دیگر تو از اون نسل بی سوادا و اگر باشی ما از اون نسل نیستیم. شما اومدین امروز یک کشور با نام یک کشور ایران جنایتکار میگن و جنگ تحمیلی بود و جنگ اوساق، امروز چرا در آغوش میگیریم؟ مدام اینقدر بدبختی بالای ملت آورده بدستن اگر شما در همون ایدئولوژی هستین. امروز آمدین در آغوشش از اون طلبی نظامی طلب داره که ما را کمک کنین. این یک پهلوی مسئله. پهلوی دیگر که من میگم که چرا من امروز بالای تو بر این قاتلان نفرت دارم، تو کسی هستی که در مرگ این ملت، حتی تشکیل کننده این میدان شهیدان در ولایت سابق کلاب که امروز شهر کلاب است، تو بودستی ابله میلیون ها را به میدان، هزارها را تو پس آورده بودستی. پس در جنگ برادری یک از سبباش تو بودستی. پس چرا امروز در آزادی باشی؟ پس چرا تو امروز مثل گلبدین کشته نشدی؟ اگر گلبدین جنایتکار بود، مثل 20-25 30 تا جوانی بدخشانی که امروز بیچاره را به جرم گناهکار حساب میدن، چرا تو کشته نشدی؟ چرا نسل تو، عائله تو کشته نشد، از بین نرفت؟ چرا؟ چون ملسی رحمانوفه؟ نه، این بهانه نیست. تو مطمئن باش قانون است. حتما یک روز شما را در نزد قانون دعوت میکنه. حتما مرحمت بگذارش تا آخر. البته نواری میکنن جنایتکاره. گپی پرکراری ولایت بدخشان ما شنویدم، در حقیقتا درست میگه که اینها جنایتکار هستند. جنایتکار این مرز بوم و وطن و دین و ایمان و اسلام و پدر و مادر هیچ چیه در من خودم به چشم دیدگیم که جنایتکار پدرش کشت در افغانستان هم، در سوریه هم، در دیگه جا. برای همو هیچ وقت طرفداری نکنین با جنایتکارا. انا بزرگای ما یک گپ دارن که والحق احق ان یعمل، حق همیه که باید لازم است، لازم تر است که به همه ما عمل کنیم. حق چی است؟ جنایتکارا فرزند هم باشه طرفداریش نکن، تیستر به دست قانون بسپارش تا اینکه تمام مردم، خصوصا مردمی همو شریفی بدخشان، از دست ظلم و ظالمی او جنایتکارا خلاص شود. چندین انسان ها حبس شدن، چندین انسان ها کشته شدن، چندین انسان ها عذاب کشیده شدن، چندین انسان ها بیقرارن، خواب ندارن، از دست همین جنایتکارا. برای ما از شما خواهش میکنم که همه شما مردمی با سواد و با فرهنگ و عالم و دانشمند هستین، باید که سخنهای ما را بی‌غرضانه، خالصانه گوش کنید
من نان نمک شما را ای نان نمک خود مانده بسیار خوردگیم مرا یک بار گوش کنین. همین قدر دنیا را دیدم، همین جنایتکارا یراق به دست گرفتن، مردم چیز اموالشون بردن، کشتن. تو در عراق چی در سوریه. تو عراق و سوریه را چیکار میکنی؟ تو جنایتکار سلاح گرفتی، چقدر را کشتی. امروز در اون وطن شما پلیدا قاتلا زندگی داره، ملت در بدر در مهاجرت. یک بهترین کادر، بهترین آموزگار، بهترین مربی، بهترین نسل این ملت در مهاجرت. این قاتل مدیر کافه در یک دانشگاه در یک دانشکده درس میتیه. اینه بدبختی. این قاتل امروز از اون بوجک پول میگیره، زن و بچه‌ش سر میکنه، ولی ملت مهاجر در بدر. این دولت داری. در حالی که تو باید در زندان باشی، تو باید جای گل بدینده باشی، تو باید جای این 20 برای هموطنایی که در بدخشان کشته شدن تو ارزنده اوجا بودی، ولی تو در آزادی. ما جناب والی مرا بخشید. جناب والی حقی بخشیدن داره؟ خاک تو سرتون.